و گمان میکنم که یک فرصتی هست که ما با همدلتان خود ما در اینجا اندیشه نظر داشته باشیم. و من میخواهم که چند روز است که در همین کنفرانس ما اشتراک میکنیم یک چیز را بگویم که همه آنهایی که در تهدید ملت ما وطن ما می ایستند جوانان هستند. سن سال شما همین دانشجویان را دارند و بسیار تأسف میخورم که آن جوانهایی که زبان میدانند در اروپا میتوانند تکنولوژی های نو را آموزند، علم‌های نو را آموزند، برای وطن خودشان منفعت داده میتوانند و یک نظریه ویران مخشولی تروریستی اکستریمیستی آلوده هستند و بسیار تأسف میخورم. شاید با این ذکاوتشان، با این اختمام‌هایشان یا با اون برآمدگی‌هایشان که میخواهند طرف آن گروه را گیرند، در تاجیکستان شاید آنها و ملت منفعت زیاد بود و گمان میکنم که آنهایی که در اینجا نشستند حقیقتا هم برای آن آمدن که معلومات خوب گیرند، متخصص خوب شوند و وطن برگردند و به ملت تاجیک خدمت کرده باشند. یک چیز رو گفتنی هستم که هر یک چیز، هر یک حرکت، هر یک روش، هر یک نظریه ریشه های خود را دارد و از بس که من محقق همین پروسیس سیاسی و موضوع مقاومت سیاسی و غیره صلح تاجیکان هستم و این چیز به این کار حتی فاجعه اولیوی ما مرا وادار کرد که من حقیقت همین فاجعه اولیوی ما را آموزم و آن را حتی در شکل رساله علمی دفاع کنم. شاید به انسان نزدیکترین چیزی که در اینجا در برآمدگاه بودن و استاد فاکرشون محبت گفتن که ما از عائله، یعنی همبستگی ما تاجیکان در عائله، احترام عضو عائله، نزدیکان، همسایگان، همدیگران و همملتان ما بسیار استوار است و شاید ما با آن فخر کنیم، چون که ما میدانیم که در دنیا خلقهایی هستند که نااتفاق هستند و حتی یک تعامل دوستی رفاقت ندارند. تاجیکان همه وقت در همه زمانها شاید با همین فرهنگی بسیار صلح دوستانه‌شان، مصالحت آموز داشتنشان و صمیمی بودنشان فخر می‌کردند و همون شاید برای شما یک فاجعه، یک عائله تاجیک که در سال‌های جنگ شهروندی یک مثال گویم که آبی نماید، لیکن گمان میکنم که این برای دانستن تاریخ، دانستن اون که امروز شما، امروز در این کشورهای خارج خواندن شما، امروز این آزادی شما، همه امکانیت‌هایی که امروز از نام دولت تاجیکان در خارج داره، بابایان و بیبی‌هایتان، پدرانتان، مادراتان سهم داشتن و هیچ وقت این سبق، این غمخواری رو باید از یاد نبرید. و وقتی که من در کنفرانس درباره همین فاجعه عائله گفتم، بسیارها در تالار از من پرسان شدن و حتی دلبرداری هم کردن، لیکن من گمان میکنم که در 27 سالی که این فاجعه رخ داد، من از یک چیزش برای خود تسکین دل میکنم. مثلا پدرم، برادرم و دادرم از اولین شهید شدگان جنگ شهروندی هستند و من میدانم که اگر گستاخی هم شود برای همین استقلالیت وطن شهید شدند و من میدانم که از نام آنها من کار آنها را دوام داده میتوانم و من میدانم که فرزندانم، نوه‌نوانم با آن فخر میکنم که برای همین دولت، برای ساختن پاکستانی همین دولت تاجیکان که امروز در عرصه بین‌المللی میشناسند شهید شدند و برای آن جوانانی که امروز اینجا نشستند یک چیز را گفتنیم
اون کردن نزدیکان و ماندن آیله به مرد در آیله تاجیک چگونه است شما میدونید. گرچه که ما امروز درباره جنک‌های گنده‌ای برابر حقوق زن و مرد میگوییم، آیله تاجیک به پدر، به برادر، به دادر این بسیار ناقص است. چقدر که زن خودش را مرد نگیرد، ما احتیاجی دعای پدر، دستگیری برادر و دادر را داریم. و من شاید از این همه مهربانی ها محروم شده باشم، هم یک چیز را در ذهن خود جا دادم که شاید برای این استقلالیت اینقدر جان‌نثار، اینقدر قربانی چرا شد. و پیش از همه همین گروه تروریستی اکستریمیستی که این در کارخانه و در سرحد ترکمنستان ناحیه وحش بود و خانه ما بسیار نزدیک واقع بود، باعث اون گردید که نه تنها آیله من، یکچند آیله های دیگری که در همسایگی زندگی میکردن اولین قربانیان این جمع شدن. پیش از همه هر باری که من و در شهر قربانتیپا یک جایی هست، جای تاریخی هست که شهرک ختلان میگویند، در روی سنگ تاریخی آن نام‌های آنهایی نوشته شدند که در جنگ شهروندی فتیدند. و هر باری که من در همون جا نام‌های اعضای عائله خودم را میخوانم، در من یک حس افتخار پیدا میشود که به همین استقلالی که ما بعد از چند 30 سالگی آن را جشن میگیریم و همین تاجیکستان به یک راه رشد داخل گردیده است. روز به روز زندگی مردم بهتر می شود و از این بسیار خرسند می شوم و خودم را تسکین می دهم. و پیش از همه از آنی که من همین جوانها نشستم، اگر اجازت شود برای آنکه همین دادری خوبی هم که در خانه کشته شده است، 30 سال همین بچه ها رو داشت و هم آرمان داشت و هم آرزو داشت و هم حق داشت که زندگی کنند. لیکن همین تروریست ها با همین غایه های فسادشان، با همین غایه هایی که منصب خواهیشان مردم بیگناه زیاد را کشتند و این روز از منبر بلند باز دعوای حق و حقوق یا که حمایه شهروندان تاجیکستان را میکنند، حالا که حقوق معنوی ندارن که از نام تاجیکستان گپ زنند. و شاید برای اون باشد که به خاطر همون شهیدانی که در جنگ فتیدند میخوام اقلا 3 رسمی از عائله ما رو در خاطر داریم. من در همین پروژه به یک چیز قائل شدم در مشهد، در هر یک نزد خاندان یا در هر یک مثلا بناهای کلان جایگاه خاطره‌ای هست که مردم پدر نسبت به آن قهرمانانشان که در سالهای جنگ بزرگ وطنی قهرمانی نشان دادن بسیار احترام کلان دارند و جایگاه خاطره‌ای دارند، گمان میمانند، شرم میمانند. و من گمان میکنم که حقیقتا مردم تاجیک امروز به قدری قهرمانان خودش میرسد و این در صحیفه های تاریخ ثبت می شود. پدرم 45 سال برای شاگردانشون از تاریخ درس می گفتن تا روزی به نفقه برآوردنشون نرسیدن. یا اینکه اون چیزی که از همه علامه است، یعنی دادر 18 ساله خورشید جون رو چنان و بدنش تیرباران کردن که اون جوی آبادش نمانده است. و همه این بگیم که خاطره ها تا اندمی که ما زنده هستیم با خود میبریم و همه وقت آنهایی که جنگ سر کردن، آنهایی که بسر مردم ما اینقدر کشتار و زریزی را روا دیدن لعنت میخوانم. من هیچگاه نمیبخشم، هیچگاه حزب نهضت اسلام و نمایندگان آن و یا که امروز که برنامه‌های دیگر در
با خودشان را معرفی کردن میخواهند نمیبخشند. خون همان شهیدان در گردن آنهاست. آنها باید پیش قانون جواب دهند. و با شما دانشجویان عزیز گفتنیم که همیشه به سبب‌های استقلال ما را آموزید، قدر کنید و قدری همین قهرمانی‌های آنهایی که برای شما امروز اینقدر امکانیت‌های خوب دادن برسید و به وطن برگردید. وطن شما را همچون متخصصان خوب وطن دوست انتظار است.